طبق تحقیقی که توی هاروارد بیزنس ریویو انجام شده، شرکت‌هایی که از سیستم‌های مدیریت هزینه دارن استفاده میکنن تونستن هزینه‌هاشون رو 30% کاهش بدن نسبت به شرکت‌هایی که از این سیستم‌ها استفاده نمی‌کنن. علاوه بر اینا، این تحقیق نشون میده که سیستم‌های مدیریت هزینه نه فقط برای کاهش هزینه‌ها، بلکه برای افزایش نوآوری و بهره‌وری توی سازمان شما هم کاربرد دارن. عدد جالبیه نه؟ اگر که به نظرتون عنوان جذابیه و میخواین که بیشتر در رابطه باهاش بدونین، حتما این ویدیو رو دنبال بکنین، چون قراره در رابطه با مدیریت هزینه بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم. سلام، من انیسم. امیدوارم که حال همتون عالی باشه. امروز میخوایم در رابطه با مدیریت هزینه صحبت بکنیم. قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو شروع بکنیم، میخوام بهتون بگم که لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید هر جایی که دوست داشتین و برام کامنت بذارید اگر که تجربه مشابهی داشتین. من براتون لینک کانال‌های متفاوتمون، تلگراممون، اینستاگراممون و لینکدینمون رو این پایین میذارم. اگر که دوست داشتید میتونید توی سایر پلتفرم‌ها ما رو دنبال بکنید. اونجا هم یک سری چیزهای جذابی براتون تولید کردم و امیدوارم که برای همتون مفید باشه. بریم شروع بکنیم ببینیم که اصلا مدیریت هزینه چی هست. مدیریت هزینه یک سیستمه و در واقع یک فرایندیه که ما توی این فرایند میایم پیش بینی میکنیم که چه هزینه‌هایی پیش روی کسب و کارمون هست و چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم به عنوان هزینه‌های موجود. در کنار همه این موارد ما باید بدونیم، یعنی پیش بینی بکنیم که چه مواردی ممکنه در آینده برای شرکت ما و کسب و کار ما هزینه ایجاد بکنه و اینطوری میتونیم راحت‌تر برنامه‌ریزی بکنیم و یک مقدار استیبل تر گام برداریم. مدیریت هزینه در هر دو حالت، یعنی هم برای مدیریت هزینه پروژه وجود داره و هم برای مدیریت هزینه کسب و کار وجود داره. مدیریت هزینه یک حالت حسابداریه که ما میایم توش بودجه بندی هامون رو دقیق‌تر میکنیم و هزینه هامون رو چه توی پروژه و چه توی کسب و کارمون مانیتور میکنیم که ببینیم بیشتر از اون چیزی که ما مد نظرمون هست و پیش بینی کردیم نشده باشه و ببینیم که دقیقاً چه مسیری رو داریم طی می‌کنیم توی این بازار. حالا میخوایم بریم ببینیم که این مدیریت پروژه چه مزایایی رو برای کسب و کار ما به همراه خودش داره. اولین مورد اینه که هزینه‌های بیش از حد پروژه رو کم میکنه. وقتی که ما میدونیم دقیقاً چه تایتل هایی رو نیاز داریم که در رابطه باهاش هزینه بکنیم یا یک هزینه‌ای رو بهشون اختصاص بدیم، باعث میشه که هزینه‌های اضافه تر نکنیم. یه جورایی مثل لیست خریدیه که تاکید میکنن که برای خرید رفتن توی زندگی شخصی و فردیمون هم ازش استفاده بکنیم. خیلی وقتا ما وقتی که با یک لیست خریدی بر اساس نیازهایی که خودمون داریم خرید میکنیم، خیلی مفیدتر و با هزینه کمتری خرید میکنیم، در حالی که اگر بدون اون لیست خرید بریم و خریدمون رو انجام بدیم، شاید خیلی از خریدها رو اصلا بر اساس نیازمون هم انجام ندیم، همونطوری که برای همه ما اتفاق افتاده. مورد دوم توی مزایای مدیریت هزینه اینه که مدیریت هزینه برنامه ریزی رو تشویق میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد بهتون یادآوری میکنه که یک سری پله هایی رو در نظر بگیرید، یک سری مواردی رو در نظر بگیرید که بتونید بر اساس اون یک برنامه ریزی دقیق تری برای پروژه و کسب و کارتون داشته باشید. یک بخشی از مدیریت هزینه برمیگرده به مدیریت هزینه ریسک و چیزی که ما توی مدیریت هزینه در نظرش میگیریم و خب این کمکمون میکنه که توی بحث‌های مالی، مخصوصا توی استارتاپ هایی که به تازگی فعالیت کردن و خیلی بحث مالی براشون مهمه، بتونیم با ثبات بیشتری قدم برداریم و خطرها و ریسک هایی که توی مسیرمون هست رو راحت‌تر شناسایی بکنیم و بتونیم ریاکشن بهتری نسبت به اتفاقاتی که برامون میفته داشته باشیم. و نهایتاً مدیریت هزینه به ما یک دیدی رو میده که بتونیم بلند مدت و کوتاه مدت خودمون رو با دید شفافتری ببینیم در منظر مالی و بتونیم کنترل بکنیم اتفاقاتی که داره میفته رو.
مورد بعدی میخوام از چالش هایی که توی مدیریت هزینه داریم صحبت بکنم. چالش هایی که تو مدیریت هزینه هست، اولین و در واقع مهمترینشون بحث مدیریت تغییره که ما یک ویدیو قبلا برای بحث مدیریت تغییر داشتیم و خیلی کامل راجعش صحبت کردیم. براتون لینکش رو این بالا میذارم توی ویدیو که بتونید روش کلیک بکنید و ببینیدش اگر که دوست داشتین. و مخصوصا توی بحث های مالی این بحث مدیریت تغییر خیلی مهم میشه، چون ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که اتفاقات خیلی سریع دارن میفتن و مخصوصا داخل ایران ما خیلی اتفاقات چه مثبت و چه منفی یک هویی داریم. شما شب بخوابید صبح بیدار میشید و یک اتفاق جدیدی در انتظار شما و کسب و کارتونه و باید بتونیم که مدیریتش بکنیم، مدیریت ریسک بلد باشیم، مدیریت تغییر بلد باشیم و مخصوصا توی بحث هزینه و بحث های مالی این اتفاق اهمیتش چندین و چند برابر میشه. بریم برای 4 گام مدیریت هزینه. اولین گام راه اندازیه. توی این گام ما میایم بررسی میکنیم که چه هزینه هایی توی پروژه‌مون یا کسب و کارمون وجود داره، ذی‌نفعامون چه کسایی هستن، از چه ابزارهایی میخوایم برای مدیریت هزینه‌مون استفاده بکنیم و چه ساختمان داده‌ای رو نیاز داریم برای اینکه بتونیم اون مدیریت هزینه ها رو به درستی انجام بدیم. دومین گام از بحث مدیریت هزینه بحث مدیریت منابع. این بحث مدیریت منابع خیلی مهمه، چون هم توی بحث زنجیره تامینتون به کارتون میاد، هم توی مدیریت هزینه میتونه که کمکتون بکنه و یکی از مراحل مدیریت هزینه است. حالا یعنی چی؟ اصلا ما چرا باید برنامه‌ریزی بکنیم برای منابع؟ برای اینکه ما بدونیم تا آخر این پروژه که قرار تکمیل بشه، تا زمانی که کسب و کارمون به سوددهی برسه، ما قراره که از چه منابعی استفاده بکنیم. این منابع صرفاً نه منابع مالی هستن، نه منابع فیزیکی هستن. شما هر چیزی که فکرش رو بکنید، از نیروی انسانیتون بگیرید تا بحث‌های زنجیره تامینتون، جزء منابعتون حساب میشه. اینکه تامین کنندتون چه شخصی باشه، نیروی انسانیتون چه شخصی باشه و همه این موارد میاد توی منابع قرار میگیره. حتی تایم کاری که نیاز دارید، متخصص هایی که نیاز دارید توی این دسته‌بندی قرار میگیرن و خیلی مهمن. و خب قطعاً هر کدوم از این منابع یک سری هزینه هایی رو با خودشون در پی دارن که نوشتنشون و اطلاع داشتن ازشون کمکمون میکنه که بتونیم مدیریت هزینه بهتری داشته باشیم. گام سوم برآورد هزینه و بودجه بندی. توی این گام ما میایم یک سری تیم تشکیل میدیم و همه هزینه هایی که داریم رو در نظر میگیریم و یک بودجه بندی بر اساس هزینه ها و کارهایی که باید انجام بدیم برای خودمون و سازمانمون تعیین میکنیم. و خب این به روشن‌تر شدن مسیرمون هم کمک میکنه و باعث میشه که ما یک تصویر کاملی بتونیم داشته باشیم از کل پروسمون و از کل فرآیندهایی که داره طی میشه. در نهایت 4مین مورد که آخرین گام بحث مدیریت پروژه است، برمیگرده به کنترل هزینه. همونطوری که توی ویدیوهای قبلی که در رابطه با ارزیابی عمل کرد و موفقیت صحبت کردیم، یکی از بحث‌های مهم اینه که ما چطوری میتونیم مانیتور بکنیم اون اتفاقی که داره توی کسب و کارمون میفته رو. و بحث مهمیه چون کمکمون میکنه که بدونیم ما در راستای گام‌هایی که از ابتدا میخواستیم برداریم هستیم یا خیر. و خب این مسئله توی مدیریت هزینه و بحث‌های مالی هم وجود داره. اگر که شما میتونید که یک سیستمی رو پیاده سازی بکنید که کمکتون بکنه توی این زمینه که دقیقاً هزینه هاتون کجا داره میره و چه کاری داره باهاش انجام میشه، خیلی میتونه کمکتون بکنه و میتونید نقاط مثبت و منفیتون رو شناسایی بکنید و توی بهبودشون تلاش بکنید. بریم ببینیم انواع هزینه چیه. اولین مورد هزینه های ثابته، یعنی چیزی که بر اساس تولید محصول شما ثابت میمونه و تغییر نمیکنه، مثل اجاره، حقوق و بیمه.
مورد دوم هزینه‌های متغیره. یعنی چی؟ یعنی هزینه‌هایی که بر اساس حجم تولیدی که ما داریم تغییر میکنن و نوسان دارن و یکسان نیستن. مثل چی؟ مثل هزینه تأسیسات، مثل قیمتی که ما برای مواد اولیه‌مون پرداخت میکنیم و از تامین کننده هامون خرید میکنیم. سومین موردی که توی هزینه‌ها مهمه، هزینه‌های مستقیمه. هزینه‌های مستقیم یعنی چی؟ هزینه‌هایی که کاملا به صورت مستقیم با محصول در ارتباطن. مثل چی؟ مثل نیروی کار، مثل منابع انسانی که ما داریم استفاده میکنیم، مثل مواد خام اصلی که ما داریم توی اون تولید محصولمون ازش استفاده میکنیم. و در نهایت مورد بعدی هزینه‌های غیر مستقیم، یعنی هزینه‌هایی که اصلا هیچ ربطی به محصول ندارن و باهاش در ارتباط مستقیم نیستن. مثل چی؟ مثل پشتیبانی که ما از محصولاتمون میکنیم. حالا ما یاد گرفتیم که مدیریت هزینه چیه، مزایاش چیه، معایبش چیه، انواعش چیه. میخوایم یک برنامه مدیریت هزینه رو بنویسیم. میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم یک برنامه مدیریت هزینه رو خودمون بنویسیم. تو چند تا مرحله کوتاه میخوام بهتون توضیح بدم که خودتون چطوری میتونید این کار رو انجام بدید. اولین گامی که نیازه که درکش بکنیم بحث محدوده پروژه و اسکیل پروژه‌ای که داریم روش کار میکنیم. وقتی که شما یک استارتاپ هستین، با زمانی که شما یک شرکت برندی هستین که چندین شعبه داره، مدیریت هزینه این دو شرکت طبیعتا با هم دیگه متفاوت میشه. پس اول درک بکنید که شرکتتون توی چه محدوده‌ای قرار داره. مورد دوم، برآورد بکنید هزینه هایی که مورد نیازتون هست و نیاز دارید که انجام بدید. مورد سوم، یک سری اهداف واضح تعیین بکنید. یعنی چی؟ یعنی من میخوام تا این تاریخ به این بهره وری برسم، اینقدر میخوام میزان هزینه‌ام باشه و این اهداف روشن داشتن بهتون کمک میکنه که بتونید یک دید روشن‌تری نسبت به آینده‌ای که داره اتفاق میفته و پروسه هاتون داشته باشید. مورد چهارم، بیاین یک بودجه بندی دقیق تعریف بکنید. بر اساس پروسه هایی که تعریف کردین، بر اساس گام ها و استپ هایی که تعیین کردین، یک سری بودجه بندی انجام بدین و ببینید که توی اون تاریخ میتونید با اون بودجه بندی برسید یا نه. و در نهایت یک نقطه‌ای رو به عنوان نقطه پایان در نظر بگیرید. البته یک نقطه‌ای رو به عنوان نقطه مرجع بهتره بگیم که در نظر بگیرید. یعنی چی؟ یعنی شما یک بودجه بندی رو در نظر بگیرید که بتونید بهش ارجاع بدید و بتونید برگردید بهش توی مراحل مختلف چکش بکنید و ببینید که چطوری پیش رفتید توی اون فرآیندها. بچه‌ها مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین. امیدوارم که برای همتون مفید باشه. من سعی کردم که خیلی فشرده و ساده توضیح بدم مباحث رو. و اگر که ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره. چنل رو هم سابسکرایب بکنید. اگر که نیاز بود با من در ارتباط باشید یا هر سوالی داشتین، من راههای ارتباطیم رو توی دیسکریپشن این پایین براتون میذارم. از طریق این مسیرها میتونید با من در ارتباط باشید. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید و مانا باشید.